بچه ها یه چند روزی هست یه مشکلی برای گوشی ها پیش میاد، مخصوصا گوشی هایی که چند وقتی کار کردن. الان این مدل گوشی سامسونگ A02s واسه برادر عزیزمون آقا علیرضا. آنتن گوشی بی جهت قطع میشه. بعد شما اگه وارد برنامه همتا بشین، این سامانه همتا، قسمت شناسایی هوشمند مشکلات بزنین، یه همچین خطایی به شما میده، مشکل جعل شده. همتا داره یه سری سریالا رو پالایش میکنه که شک داره به اونا روی چند تا گوشی یا چند تا دستگاه فعال شده باشن. بابت این کلن سریالو قطع میکنه و از شبکه خارجش میکنه. حالا شما برای برطرف کردن این مشکل تنها کاری که میتونی بکنی از طریق همین سامانه همتاست. یا با شماره 124 تماس میگیرین، یا اینکه وارد سامانه همتا میشید و ثبت شکایت انجام میدین. غیر از این دو راه هیچ راه دیگه ای نداره. اگه همچین مشکلی داشتین میتونین از طریق دایرکت از ما هم بپرسین، پیگیری میکنیم براتون تا جایی که در دسترس ما باشه. برای آموزش‌های بیشترم میتونی پیج ما رو فالو کنی. ممنونم.